8 کاری که باید همین حالا ترکش کنی. شماره 1 هیچ وقت سعی نکن خودت رو به انسان‌ها ثابت کنی چون انسان‌ها هیچ وقت راضی نمیشن. شماره 2 هیچ وقت تو گذشته خودت زندگی نکن چون تو فقط آینده خودت رو تغییر میتونی بدی. گذشته هیچ وقت قابل تغییر نیست. شماره 3 هیچ وقت دنبال این نباشید که چه کسی چشمش به شما هست که شما چه کارهایی دارید میکنید، فقط تمرکز روی موفقیتتون داشته باشید. شماره 4 هیچ وقت از اینکه خودتون رو تغییر بدید نترسید چون زمانی دنیای شما تغییر میکنه که شما خودتون رو تغییر بدید. شماره 5 هیچ وقت تا کاری رو که انجام ندادید در موردش منفی فکر نکنید. منفی فکر کردن آدم رو بدبخت میکنه. شماره 6 هیچ وقت منتظر وقت خوب نباشید. یعنی اگر فکری به سر دارید زود انجام بدید، شاید فردا خیلی دیر باشه. شماره 7 دنبال هدفهای بزرگ باش تا مثل انسانهای دیگه معمولی نباشید. شماره 8 همیشه یک اشتباه رو 2 بار تکرار نکن چون دفعه اول یک اشتباهه اما دفعه دوم یک انتخاب. لایکی